شکسپیر میگه تفکر و تعقل همه ما را ترسو و بزدل میکنه و عزم و اراده هرگاه که با افکار احتیاط‌آمیز توأم میشوند رنگ باخته و قدرت خود را از دست میدهند. آرزوهای بزرگ به همین دلیل عملی نمیشوند. برای هر کاری باید انرژی داشت. با روحیه سرد بدون انرژی هیچ اتفاقی در جهان رخ نمیده عزیزان. از تنور سرد هیهات است نانآید. انگیزه داشته باش. بدون انگیزه، بدون شوق و شور نمیشه در جهان. هر کاری میکنید اگر با شور و شوق این کارو بکنید در هر کاری پیروز خواهید شد. ایمانه که آدم رو به مقصد میرسونه. مثلا میخوام یه کاری بکنیم میگیم میشه، اول خیلی خوبیم ما، بعد یکی میاد میبینیم با یکی مشورت میکنیم. عزیزان در کارهای بزرگ، در اهداف خصوصی با هیچ کس مشورت نکنید. اولین کاری که میکنن شما رو ناباور میکنن، میگن نه ولش کن فلان کس یه چیزی میگه اصلا تو همه ایمانمون میخوابه. یکی این میگه یکی اون میگه، بعد دیگه مثلا ما خالی میشه، مثلا دیگه انرژی رو از دست میدیم. یه دیوانه میاد یه کاری میکنه که اصلا خیلی نمیتونستن. اون دیوانگی عزیزان عقل نابه. فکر نکنید بی عقلی‌ها.